دوست داری بدونی که با اسید و فیبر مسی چجوری میتونی این برد رو بسازی؟ با ما همراه باش. سلام، من جیمی ام و اینجا کارگاه کوچیک منه. فرض کن که الان سال 1940 هستش و کامپیوترها اندازه این اتاق بودن و پر از مدارهای پیچیده و لحیمکاری‌های دستی و سیم پیچی‌های خیلی پیچیده بوده که هر تغییر کوچیکی که پیش می اومده و هر اتفاقی که می افتاده سالها و روزها آدم‌ها رو درگیر خودش میکرد تا بتونن مشکل رو برطرف بکنن. همونجا بود که یه آقایی به اسم پول آیزلر به خودش میگه چی میشه که من بیام یک سطح صاف مسی رو، مسیرهایی که سیمهای زیادی هستن و ما اینجا دستی داریم رحم کاری میکنیم و روی سطح صاف مسی قرار بدیم و اینطوری میشه که PCB اختراع میشه. اوایلش تو جنگ جهانی دوم خیلی استفاده میشه تو صنایع نظامی و رادیویی، ولی به مراتب دیدن که هم تکثیرش راحت تره و هم از نظر قیمتی خیلی به صرف است و اینطوری بود که الان گوشی ها، تلویزیون ها و لپتاپ ها و همین بردی که ما مهندسی معکوس کردیم و طراحیش کردیم امروزه روی یه چیزی به اسم PCB یا بردهای الکترونیکی قرار میگیره و کار ما راحت تر کرد. تو ویدیوهای قبلی ما اومدیم یک برد مدار تغذیه سویچینگ رو مهندسی معکوس کردیم که دقیقا همین برد بود و اومدیم قسمت‌های رنگش رو بردیم، قسمت مسیش رسیدیم، اسکن کردیم داخل کامپیوتر با فتوشاپ و نرم افزار آرتیوم دیزاینر تماما مهندسی معکوس کردیم و به این فایل رسیدیم. حالا امروز قراره که با استفاده از اسید و فیبر مسی ما طرحی که طراحی کردیم و مهندسی معکوسی که انجام دادیم و روی این فیبر مسی قرار بدیم و بعد تست بکنیم و ببینیم آیا این طراحی که ما انجام دادیم درست کار میکنه یا نه. با ما همراه باشید. خب اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که فایلمون رو چک کنیم ببینیم که آیا فایلمون مشکلی داره یا نداره و ما تماما فایلمون رو این چسبیده اینه تماما فایلمون رو چک میکنیم ببینیم که آیا چیزی هست از قلم افتاده باشه یا نه. برای نمونه اولیه خوبه. نمونه اولیه موردی نداره. خب الان ما اینجا نیاز داریم که این کاغذ گلاسه که داریم و طرحمون رو بندازیم روی این. من میدم داخل پرینترم. خب تو این قسمت میایم اینجا پرینتر انتخاب میکنیم، حتما اسکیلش رو 100 باشه، 100% باشه. اینجا نمیشه 100. کاغذم که A5 و پرینت رو میگیریم. خب برامون چاپمون هم انجام داد رو کاغذ گلاسه. حالا ما باید ابعاد بردمون رو اینجا قرار بدیم، سایز بزنیم و برش انجام بدیم و این رو روی این فیبر مسی چاپ بکنیم و بریم کار اسید کاریش رو انجام بدیم. خب 67/2 32/7. خب کورس رو برمیدارم. چیکار کنیم؟ نوه باز کنیم بزنیم. خب
مشخصه یا نه نمیدونم مشخصه یا نه. این الان خطی که ما انداختیم و باید برشش رو انجام بدیم. تقریبا هم اندازه همین چاپمونه. خب چه عجب، بالاخره در اومد. خب میم اینجا دقیقا باید بیاد روی این قطعه قرار بگیره. خب تا اینجای کار ما فیبرمون رو برش زدیم و پرینتی که گرفته بودیم و برش زدیم، اندازه این بردمون کردیم. حالا ما باید روی این سطح مسمون و سنباده خیلی کمی بزنیم که تمیز بشه و چربی از روش پاک بشه تا ادامه کار رو بتونیم پیش ببریم. این دقیقا خوب نیست، ولی سنباده دستی ها چی رو پیدا کنم. سنباده نه میبینید سطح روش بدون هیچ روغن و کثیفی باید باشه. شروع کنیم همه جای با اتو همه جای کاغذ رو میکشیم تا تماما تماما اون جوهری که روش قرار گرفته بچسبه به سطح مسی کارم. و اینجا بزنیم تو برق و اینو میریزیم و میکنم براش بس بشه. که قشنگ خیس بخوره. ببینید که خیس بخوره رد مسیرمون مشخص میشه. الان قشنگ مشخصه که زیرش مسیر را کجا قرار گرفت. خب ما بعد از مدتی اومدیم و حالا که ببینیم وضعیت کار به چه صورتی است. میبینید که داره پودر میشه. خب حالا ما داخل آب همینطوری شروع میکنیم اینا رو
پودر کردم. به این صورت در میاد. خیلی آروم این قسمتشو انجام میدیم که چاپ ما از رو برد کنده نشه. خیلی آروم. این چقدر زیبا روش نشست. به به. و این هم شد نتیجه کار ما. خیلی هم زیبا شد و تمیز در اومد. حالا ما این آبو خالی میکنیم و باید ببینم منطقه مصرفش چجوریه. نشه هر پیمانه محلول غلیظ 2 برابر آب جوش. خب من اینو خالی کنم. خب آبم جوش اومد. اندازه رو ما اینجا چشمی باید بریزیم. اوکیه. هم بزنم این بتادین. چقدر سفته. ای بوی. با 1000 مصیبت درش باز شد. اوه مثلا چه چسبی بود خورده بود. یعنی هر چقدر زور زدیم. خب حالا ما اینو میندازیم این تو. حتی آبش زیاد، آبشو کم کن. کاری که ما باید انجام بدیم اینه که هی اینو تکونش بدیم. اینقدر تکون میدیم تا قسمت های مسی که چاپ نخورده پاک بشه. این در واقع حل بشه. تا الان داشتیم این بورد رو با هم می ساختیم. تا اینجا ویدیو نگاه کردی، دمت گرم. قربون نگاهت. همین الان اگه سابسکرایب نکردی سابسکرایب بکن که هم انگیزه بگیرم. لایک هم نکردی لایک هم بکن. کامنت هم برام بذار. امیدوارم که بتونیم با هم بهتره کنیم. دمت گرم. خب تا اینجا ما بردمون رو با اسید تمامی ببینید مسایی که اینجا بوده همش با اسید رفته، ولی زیر این مشکی ها هنوز مس وجود داره. حالا ما باید با تینر یا با یک حلال، من فکر میکنم اینجا تینر دارم اشتباه نکنم. این مقداری قیافش تینر فوری اون پشته یه اوه این استفاده کنم میمیریم. بذار از اون پشتی استفاده کنم. تینر فوری 10,000. ما از این تینر قشنگ لایش میکنیم. خب ببینید این کشیدن رو اسم است. ببینید زیرش چه خبره. دقیقاً همون مداری که ما با استفاده از آلتیوم دیزاینر ببینم جهتش رو پیدا بکنم.
اگه اشتباه نکنم اینطوری. خب آقا ما داشتیم کار رو انجام میدیم، متوجه شدیم که یه خطای این دوتا خطای بزرگی انجام دادیم. یکی از خطاهامون این بود که ما جای هول و سوراخ‌هامون رو قرار نداده بودیم که کجا رو باید سوراخ بکنیم و به خاطر همین به مشکل میخوریم. دومین قضیه این بود که اگر من اینو بذارم برای شما اینجا، این کار ما باید یه میروری میشد و به مشکل میخوریم. یعنی این میرور این قضیه بود، باید یه میرور میدادیم که دقیقا خود همینو به ما بده. حالا با این حال ما فایل نهاییمون شده این. میبینید که خیلی حتی از اونی که خودش زده نمونه چینی برای ما جذابتر و زیباتر هستش. خب بریم که ادامه کارمون انجام بدیم. خب اینم از کار نهایی ما. می‌بینیم که سوراخ‌کاریشو انجام بدیم. خب من دیگه مته ریستر نداشتم، ولی خب متهی که داشتم تو جعبه فرزم جواب کار ما رو میده. ما هم پی سی بیمون آماده شد، هم سوراخ کاریش انجام شد دیگه. فکر کنم وقت مونتاژه. خب رسیدیم به بخشی که خیلی منتظرش بودیم، بخش مونتاژ. عجب برد تمیزی شد خدایی. من این نمونه دارم اینجا، نمیدونم سالمه یا نه. طبق این نمونه میخوام مونتاژ بکنم. حالا میذارم رو دور تون که حوصلتون سر نره.
خب دیگه الان کار ما انجام شده و میبینید که دقیقا همون بردی که ما مهندسی معکوس کردیم با هم دیگه مو نمیزنه، دقیقا همون برد. حالا میخوایم تستش کنیم. امیدوارم که نترکیم. الله الرحمن الرحیم. خب چراغش که روشن شد، میریم برای تست. خب چراغش که روشن شد، میریم برای تست. بگیرم برق نگیرتم. ولتاژ دی سی 12 ولت. 12 ولت فیکس، 12 و 3 دهم.
و میبینیم که بورد ما به درستی کار میکنه. قسمت سوم از مهندسی معکوس بورد تغذیه سویچینگ چینی هم تموم شد. ما تو قسمت اول ما یک بورد داشتیم که از چین وارد شده بود و حقیقتا دیگه نبود و سعی کردیم که با استفاده از نرم افزار آرتیوم دیزاینر اون رو مهندسی معکوس بکنیم و تماما این دوتا رو شما میبینین که با هم دیگه مونه میزنن. حالا عکسشو داخل پیج اینستاگرام میذارم، عکسشو براتون داخل همین ویدیو رو هم میذارم، ویدیو عکس که کامل ببینید. خیلی ممنون که تا اینجا با ما بودین. باید بشینم کلی برنامه‌ریزی کنم برای ویدیوهایی که قراره توی کانال یوتیوبم بذارم و امیدوارم که کلی کارهای خفن با هم دیگه پیش ببریم. ممنونم که تا اینجا با من مشاهده کردین. ممنونم که سابسکرایب میکنید، لایک میکنید و کامنت میذارید. خیلی ممنون. خدا نگهدار.